بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانری نادیل انصفالی هدایت هستم و برنامه 177 مهندسی جهل رو آغاز می کنم. شکر الله تبارک و تعالی رو که یک روز دیگر رو روزی ما کرد که بتونیم از مهندسی جهل و جهان جهل جهالت یک قدم دیگری خارج بشیم. البته من تصور جدیدم بر این هستش خارج شدیم، فقط بیشتر غوطه‌ور بشویم در جهان فکری و تمدنی و اخلاقی و تاریخی ملت ترک و مسلمان از طرف دیگر. با همین هدف و آرزو برویم به سراغ کتاب‌هایی که دیروز دانلود کردیم و تلاش بکنیم که یکی از اونها رو بخونیم. دیروز ما یک کتابی دانلود کردیم و اون رو خوندیم که امروز نمیبینم، احتمالاً این بعداً خب از اینجا به بعد رو بالا رو ما دانلود کردیم و دیروز یک کتاب این جا به جا کرده اینها رو. به هر حال اینم که مال استادمون هست، دیوان جوامع لطفی. این واژه های ترکی در فرهنگ گیل و دیلم رو خوندیم و البته قبل از اون تلاش کردیم این کتاب، اگر برم پایین تر و اون رو پیدا بکنم، دیوان احمد پاشا رو بخونیم که 448 سال پیش نوشته شده بود، ولی به خاطر اینکه کتاب رو با مداد نوکتیز نازکی نوشته بودند و بسیاری از حروف شبیه هم بود، وقت زیادی هم میخواست که آدم به اون عادت بکنه بخونه، از خوندنش صرف نظر کردیم برای اینکه حیف اون اشعار بود خراب بشه. حالا ببینیم امروز چه کتابی بخونیم. امروز بیایم البویروق رو بخونیم. ببینیم که البویروق، اسم کتاب بویروق هست. حالا یه عربی اولش آورده، اون یه چیز دیگریه. وقتی الف و لام اول هر کلمه‌ای در زبان عربی بیاد، اون یه چیز مشخصه، خیلی معلوم، همه میشناسن. مثلا وقتی میگیم کتاب، خب کدوم کتاب منظورمه؟ یک کتاب خونه رفتیم، مثلا میگم یک کتاب برای من، یک کتاب بیار، یک کتاب بیار، کتاب. اما وقتی کتاب یعنی قبلا در مورد اون صحبت کردیم، البویروق مثلا. حالا بویروق که میگیم یعنی فرمان. کدوم فرمان معلوم نیستش که خیلی فرمان هر روز صادر میشه و یا شاه‌ها صادر کردند. کدوم کتاب رو؟ حالا یک کتابی هست به نام البویروق، یعنی اون کتاب مشخص، فرمان مشخص. حالا ما متاسفانه نمیشناسیم این رو، به خاطر اینکه ما اصلا تو جهان جهل زندگی میکنیم و با تمدن مکتوب ترک ها هیچ رابطه‌ای نداریم. این کتاب برای ما خیلی مهمه. برای چی؟ برای اینکه این کتاب البته دستنویس نیست، من اینها رو هم دانلود کردم، این دستنویس نیست، فقط حالا این کتاب به ما قبل از اینکه سلسله صفویه از سرزمین‌های تحت فرمان آقگویوندو، گرگویوندو و همچنین عثمانی جدا بشه و تشکیل دولت بده، پدر بزرگ این خاندان یک کتاب نوشته. حالا میگن که این انسان یه صوفی بوده، یا عارف، یه مرد عرفانی بوده، ده‌ها و هزاران شاگرد داشته. خب بعضی از اینها قابل قبول نیست،
ولی خب به هر حال آدم معتبری بوده و انسان‌ها بهش اعتماد داشتن. ما حالا ببینیم که این در این کتاب چجوری پایه‌های یک مملکت رو میسازه، یک انقلاب رو میسازه. درسته ما الان با توجه به امروز میگیم که آقا کاش اینها نبودن، بعضی از دوستان ما این خاندان صفوی نبود و ما همچنین تحت با عثمانی می بودیم. مثلا عثمانی رو تضعیف نمی کردند، عثمانی تضعیف نمی شد، عثمانی میتونست اروپا رو بگیره و امروز اروپا سر ما این بلایی که الان هستش در این 250 سال اخیر رو به وجود نمی آورد و استعمار به این شکل احتمالاً اصلا وجود نداشت. یعنی اینکه شیخ صفی و خاندان اون باشند و یه حکومت تشکیل بدند، خب عمدن به این هدف نبوده که بیان و عثمانی تضعیف بشه در مقابل غرب مسیحی و نتونه اروپا رو تسخیر بکنه و اروپا تبدیل بشه به اشغالگرانی که به هیچ چیز اون مناطق اشغال شده رحم نمی کنند. زبان اول قتل عام زبانی میکنن، زبان این ملت ها رو از بین میبرن. وقت زبان از بین رفت، انسان ها و زبان تحقیر شد و زبان ناچیز دیده شد، زبان عقب مونده انگاشته شد در ذهن صاحب زبان، دیگه اون ملت از خودش بیگانه میشه. هر چقدر که شما به زبان دیگری مسلط باشید، به همون قدر از زبان خودتون، از ملت خودتون، از سرزمین خودتون بیگانه میشید و تحت تأثیر و سیطره دشمن قرار میگیرید. از طرف دیگه دشمن شما رو به عنوان خودی نمیپذیره. حتی 10 نسل 20 نسل ازتون بگذاره، 200 نسل هم بگذاره، دشمن شما رو به عنوان یک بگیم نوکر، یک گول، یک عبد، یک کسی که برای شما باید ارزون کار بکنه، شما برای اون باید ارزون کار بکنید. و چون شما نمیتونید به اون زبانی که این داره هزاران سال این رشد کرده، به این وضعیت رسیده، نه به اون میتونید مسلط بشید، نه به اون فرهنگ و تمدن. خود زبان که تنها نیست، این زبان هر کلمه یک تاریخ، یک گذشته است، یک فرهنگ، یک فلسفه پشتشه. شما بدون اینها رشد میکنید. یعنی مثل هر سبزی هستید که در یه باغ مصنوعی، زمستان در یه باغ مصنوعی میکارن و بهش نور مصنوعی، ویتامین های مصنوعی، نمیدونم اسنشیال های مصنوعی بهشون میدن و اونها رشد میکنن و شما میخورید. ما هم در زمان اشغال یه چنین وضعیتی پیدا میکنیم. عرض کردم مثلا کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین، همچنین کشورهای در آفریقا و کشورهای در بخشی از آسیا این وضعیت رو دارن. یعنی زبانشون الان 500 ساله تغییر کرده، اسپانیایی، پرتغالی، نمیدونم فلان شده، ولی اینها رشد نمی‌کنن. حالا احتمالاً اگر صفویه وجود نداشت و در مقابل به عنوان جبهه دوم در مقابل روسیه و در مقابل عثمانی که در مقابل روسیه و اروپای غربی ایستاده بود، یه جبهه جدیدی باز نمی‌کرد، احتمالاً عثمانی میتوانست اروپا رو تسخیر بکنه و استعمار و اشغال امروزی رو شاهد نباشیم. تاریخ جهان تغییر بکنه، دنیا به یه مسیر دیگری میرفت که این مسیر الان برعکسش هستش. یعنی ما الان در یه مسیری هستیم که میتونست تغییر بکنه. حالا آیا هدف اینها این بوده؟ قطعا این نبوده. نمیتونستن پیش بینی بکنن که یه چنین اتفاقی خواهد افتاد. ولی خب به هر حال اگر هم اینها نبودن، آقوینلو بود، گرقوینلو بود، یکی دیگری می بود. اون به هر حال قدرت طلبی انسان حد و مرزی نداره و هر انسانی میخواد که به قدرت دسترسی پیدا بکنه و بتونه قدرت رو از دست یکی دیگه بگیره و دست خودش متمرکز بکنه و این باعث جنگ‌های منطقه‌ای میشده. حالا ما این کتاب
از شیخ صفی‌الدین اردبیلی رو بخونیم ببینیم که مرحوم پروفسور دکتر محمدزاده صدیق برای این چه چیزی نوشته. البته این یه ترجمه فارسی از قلم محمد صادق نائبی به این کتاب افزوده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. رسالات قرا مجموعه. اسمش قرا مجموعه است. میدونیم که قرا یا سیاه به دو معنی به کار میره. قاره هم از اینجا گرفته شده. قرا یعنی سیاه. ما میدونیم که جهان اگر نور خورشید مستقیم به اون نخوره تاریکه و سیاهه. اینو میدونیم. مثلا شبها چرا ما چون نور خورشید به یک طرفی از زمین میخوره که اون یکی طرفش ما هستیم در سایه هست. تازه این سایه، این تاریکی شبها سایه چیز هست و همچنین اون نوری که از ماه و دیگر سیارات و ستاره ها به ما میرسه اونها هم کمک میکنه که یه مقدار اون تاریکی شب، چون ما یه جایی هستیم که نور به همون بر میخوره و این که نور میخوره یه مقدار از اون شدت چیز کاسته میشه. پس دنیا تاریکیه الا و اگر نور به یه چیزی بر نخوره ما متوجه نور نمیشیم. زمانی متوجه نور میشیم که نور به چشم ما بخوره، به یه اجزایی بخوره. خب اینم از این. پس فضا کلن تاریکیه، خیلی بزرگه. گارا به معنی این هست: عمیق، بزرگ یا بلند. مثلا گاراداغ یعنی کوههای بلند یا کوهها، سلسله کوههای زیاد. ببینید هر دو تا معنی رو میده. قاراباغ که اون وره قاراداغ هستش، اونجا یعنی باغهای بزرگ، سرزمینهای گسترده و هموار. حالا قارا دنیز دریای سیاه، اقیانوس سیاه، عمیق و بزرگ. نگاه کنید به این معنی داره میاد. همچنین به معنی شمال هم دیگه این جزو چیز شده، جزو جغرافیای ترک لقب گرفته به معنی شمال یا گوزی. در ترکی گوزی شمال عربی هستش، گوزی ترکی هستش. و گارا با رنگها اومدن گارا آغ اینها رو مشخص میکنن. جنوب آغه برای اینکه بیشتر نور هست و شمال بیشتر سردتره، اینجا گرمتره. از این نظر استفاده میکنن. حالا ظاهرا یه مجموعه رسالات هستش که اسمشو گارا گذاشتن، بزرگ. البویروق یکی از اون هاست. این از اون مجموعه یکیش البویروقه. حالا دوباره اینجا می نویسه که اینجوری هستش: و سلام بر سوالان و فرزندان او که مذهب تشیع رو بر ما ارزانی داشتند. حالا این هم یه مطلبیه که اینجا اومده به فهرست مطالب میرسیم که از صفحه 5 شروع میشه و یه مقدمه تا 62 صفحه. احتمالاً این کتاب 64 صفحه است. مقدمه پروفسور دکتر محمدزاده صدیق رو یه مقدارش رو بخونیم ببینیم چی میگه. در دوره صفویه به مجموعه کلمات قصار، نصایح، اندرزها، تحقیقها و ارشادات بر جای مانده از شیخ صفی‌الدین اردبیلی قارا مجموعه اطلاق می شده است. همچنین میدونیم که اگر ما در زبان و فرهنگ ترکی یکی رو از دست بدیم یا یه چیز مهمی رو از دست بدیم سیاه میپوشیم. قارابخت oldu. احتمالا وقتی یه چنین بزرگی مرده آثارش رو اینجوری گذاشتن که یعنی مثلا چیز بزرگ. محمد ابن محمد دارابی شیرازی در تذکره لطایف الخیال میگوید که این اثر را سلاطین صفوی بسیار گرامی می‌داشتند و در خزائن کتب خود حفظ می‌کردند. غریبی منشأ اغلو
منتشع اغلو نیز در برگ شماره 105 از نسخه خطی منحصر به فرد آثارش گارا مجموعه را تحریر شیخ صدرالدین و تقریر شیخ صفی الدین میشناسد. یکی نوشته و یکی هم رونویسی کرده، یکی گفته یکی هم نوشته، یه چنین حالتی. حالا این یه آدم دیگری اینجوری نوشته و ادعا میکنه که بسیاری از مطالب آن را شیخ صفی در رویا به وی تلقین کرده است. حالا میگه که شیخ صفی به این انسان تلقین کرده که آقا بنویس اینو. از شاردن اینها بگذاریم ببینیم که من میخوام متن رو بخونیم. این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن و مقدمه نوشتن و جدید آماده کردن برای چاپ و چاپیه. ما الان چاپی رو میخونیم. چاپی خوندن کتاب‌های چاپی برعکس کتاب‌های دست‌نویس برای من ساده تر هست. نمیگم خیلی ساده هست، من در زبان ترکی در نوشتن خط نه در داخل اون جملات و کلمات نمیبینید. این که از نظر روانی اون انسان نویسنده در چه وضعیتی اون رو مشاهده نمی کنید، حس نمی کنید. ولی با کتاب خطی اینجوری نیست. در کتاب خطی ما مثلا می بینیم که این آدم تند نوشته، ریز نوشته، کج نوشته، رو به بالا نوشته، رو به پایین نوشته، کلمات رو بعضی وقتا تیز مثل شمشیر کشیده، بعضی وقتا نرمی و دایره‌ای بهش شکل داده. اینها نشون میده که اون در چه حالت چیزی هست. خود دستخط نشون میده که این آدم در چه وضعیت روانی وجود قرار داره و همچنین به ما نشون میده که این در یک سلسله مراحل مختلفی توسط یک نفر نوشته شده یا توسط انسان‌های مختلف نوشته شده. آیا ابزاری که با اون کتاب رو می‌نوشته هی تغییر می‌کرده، ثابت بوده؟ ولی در چاپی شما هیچ چیزی دریافت نمی‌کنید. در نتیجه خیلی چیزا محروم میمونیم. انگار که شما فرق بین چاپی و دستخط اینه که انگار شما با یکی زندگی بکنید، این دستخطه، ولی انگار که یکی برای شما نامه نوشته باشه. خیلی متفاوته. نامه یکی رو بخونید، این کجا و باهاش زندگی کرده باشید کجا. این دوتا خیلی مهمه. حالا یه پیشگفتار اینجا گفته که صفی الدین ابوالفتح اسحاق ابن امین الدین جبرائیل ابن صلاح الدین ابن محمد ابن عوض ابن فیروز شاه کلخورانی اردبیلی. این صفی الدین فرزند اینها چند نسلشو اینجا گفت. اگر دقت بکنید به اسامی، ما متوجه میشیم که اسامی اسلامیه. یعنی چند نسل انسان ترک آذربایجان مسلمان بوده. ما چطور یهو بر علیه این داریم انقلاب میکنیم؟ یعنی فرض بکنید که 1000 نسل ما، حالا من حساب میکنم براتون، فرض بکنید که ما 1200 سال پیش مسلمان شدیم. 1200 سال پیش مسلمان شدیم. هر 25 سال، حالا بعضی نسل ها زودتر، بعضی نسل ها دیرتر چیز میشه، ما تقسیم برای 25 میکنیم این رو تا بیاد تعداد نسل هایی که ما داشتیم. 48 نسل من مثلا خود من، نسل من 48 نسل من مسلمان بوده. ما 48 نسل رو یه چیز جدیدی رو قبول کردیم، باهاش ساختیم، باهاش تونستیم جهان رو اداره بکنیم، مفهومزایی بکنیم، تمدن مادی، تمدن فکری، تمدن اخلاقی، تمدن هنری، تمدن مادی، شهرسازی، ابزارسازی، تکنولوژی اون روز رو خلق بکنیم، به خدمت بگیریم، سیاست بسازیم، سیاست ورزی بکنیم، دولت بسازیم، دولت ورزی بکنیم، دولت ها رو براندازیم، دولت های جدید رو برپا بکنیم. در اون منطقه‌ای که هر وجب از یک خاکی یه ملتی درش ساکنه، بتونیم این ملت ها رو در کنار هم نگه داریم. خب این
یه تجربه بسیار گران قیمتی بوده. به هر حال ما با دین اسلام یه چیزهایی رو احتمالاً از دست دادیم و اسلام رو هم ما مثل عربستان که اسلام نداریم، ما مثل عرب عراق که نداریم، مثل عرب اسرائیل و مثل عرب اسرائیل میگم، البته عرب اسرائیل هم هستش. حالا این اسرائیل کشور مصنوعی هستش، جدیده، مثل ایران، مثل ارمنستان، مثل کردستان که میخوان بسازن. اینا کشورهای جدید و جعلی هستن، تاریخی در این منطقه ندارن. ولی خب ما به هر حال از یه چنین کانالی رد شدیم و اونها به اسلام رنگ خودمون رو زدیم. حتی ترکیه که شیعه نیست رنگ خودش رو زده به اسلام. اسلامی که اون داره با اسلام مالزی، اسلام عربستان، اسلام سوریه، اسلام مصر، اسلام سودان، اسلام سومالی، اسلام یمن، اسلام دیگر کشورهای مسلمان متفاوته. برای چی؟ برای اینکه ما خالی که نبودیم یه اسلام رو قبول بکنیم. مثلا نگاه بکنید کمونیست‌های ترک آذربایجان جنوبی رو میگم، یا ایران، حالا ترکمن صحرا باشه، قشقایستان باشه و دیگر ترک‌های در دیگر نواحی پراکنده هستیم. ما در این 100 سال گذشته وقتی از خودمون، از زبانمون بیزار ما رو کردن، از خودمون نفرت پیدا کردیم، میبینی که حکومت رو دو دستی میدیم دست فارسا. 300 نفر قزاق مسلح میان تهران، ما حکومت رو بهشون تحویل میدیم. چرا؟ چون یه جورایی تحت تاثیر فراماسونی از درون پوسیده شده بود روشنفکران ما. جوامع رو عامه ملت اداره نمی‌کنن دوستان، این یه دروغه. یه نخبه هایی، یک روشنفکرانی در جامعه هستند که اونها اداره میکنن، بقیه مثل گوسفند هستند. یه بزی جلوی این سرو حرکت میکنه و بقیه دنبال اون راه میرن. اون اگه بپره اینا میپرن، اگر اون نپره شجاعت عموم ملت به رهبرانش وابستش. از رهبرانش شجاعت داشته باشن ملت شجاعت نشون میدن، اگر رهبرانش شجاعت نداشته باشن ملت هم شجاعت نشون نمیدن. پدران ما در پیشاپیش قشون حرکت میکردن و میجنگیدن. درچه سربازان هم اون انسانهایی هم که سرباز نبودن، البته کشاورز بودن، نمیدونم چی بودن، اینها هم همراه اونها میرفتن میجنگیدن. ولی وقتی خامنه ای پنهان میشه، وقتی رضا شاه فرار میکنه، وقتی محمد رضا فرار میکنه، اردوش هم فرار میکنه. ما خالی نبودیم از و اسلام رو وقتی پذیرفتیم به رنگ خودمون در آوردیم. حالا شیعه یه فرمی از اینه، نه اینکه شیعه رو ما ساختیم. احتمالا شیعه ساخته نیروهای خارج از ترک‌ها باشه که خب میدونیم که اصلا شیعه قبل از اینکه ترک‌ها شیعه بشن، شیعه در 4 نقطه از ایران امروزی و حتی بزرگتر از ایران امروزی به شکل رسمی، مذهب رسمی یه ملتی بود، یه قومی بوده، نه یه ملت، یه دولت نبوده. هیچ وقت شیعه زبان رسمی دولت نبوده. شیعه مذهب رسمی دولت نبوده، زبان یه قوم بوده، یه ملت، یه بخشی از ملت بوده که تحت یه حاکمیتی بودن. مثلا قبل از اون دیلمیان داشتن، سربداران داشتن. اینها وجود داشته. ما نمیتونیم حالا بیایم بگیم نه ما برای اولین بار، نه، قبل از ما وجود داشته. ما هم اومدیم بر اساس همین ایدئولوژی که احتمالا بخشی از مردم ترک هم این رو پذیرفته بودن، این مذهب رو پذیرفته بودن، این نوع تفسیر از رنگ خودمون رو بهش بزنیم، این رو پذیرفته بودن. اومدن یه حکومت تشکیل دادن تا بتونن خودشون رو مجزا بکنن از جهان سنی
و بتونن متحد بکنن همفکران خودشون رو و بتونن حکومت تشکیل بدن. حالا میخوام بگم که ما در 100 سال گذشته وقتی ترک ها اومدن فراماسون شدن، دیگه چیزی به نام آذربایجان و ترک و منافع ملی ترک و منافع ملی، منافع جغرافیایی، منافع تاریخی، منافع حاکمیتی، منافع دولتی، اینها رو همه رو فراموش کردن، رفتن به اون چسبیدن. وقتی اومدن کمونیست و مارکسیست و لنینیست و مائویست و نمیدونم فلانیست شدن، رفتن به اونجا. وقتی اومدن مذاهب استعمار ساخته جدید رو باهاش آشنا شدن، رفتن به اون، دیگه فراموش کردن. اونها که بابیه رو بهاییه و نمیدونم فلان ها رو انتخاب کردن، دیگه اونها ضد ترک شدن، ضد انسان ترک، ضد دولت ترک، ضد. در نتیجه ما میبینیم که وقتی به مشروطه میگذره و ما میرسیم به مرحله‌ای که حالا یه رضا گلدری کودتا میکنه، یه لات بی سر و پای بی سواد، بدون اینکه دنیا رو بفهمه، حتی بدون اینکه اقتصاد رو بفهمه، به هیچ چیز رو نمیفهمه، یه آدم لات بی سر و پای، احتمالا حالا بریم از بعضی از کلمات رو اینجا به کار نبریم، به راحتی تسلیم میشیم. برای اینکه چی؟ برای اینکه روشنفکران و نخبگان و رهبران اجتماعی، که اون چیزی که در جامعه شناسی بهش میگن گروه‌های مرجع اجتماعی، یعنی ما اگر میخوایم یه کاری بکنیم، میریم با یه تعداد انسان‌هایی مشورت میکنیم. هر کاری بخوایم، رأی میخوایم بدیم، رأی میخوایم ندیم، میخوایم سرمایه گذاری بکنیم، میخوایم سفر بکنیم، میخوایم میریم با یه تعداد انسانی که در اون جمع ما، در اون جامعه ما هستن، در شهر ما یا در روستای ما، در فامیل ما هستن، میریم باهاشون مشورت. اینها نخبگان اون جامعه هستن. اگر اینها تسلیم بشن، جامعه تسلیم میشه. و ما به این بلا مبتلا شدیم. خب میگه که معروف به حالا همین صفی الدین، این صفی الدین که اسمش بوده و ابوالفتح لقبش بوده، ابوالاسحاق تا اینجا لقبشه. از اینجا به بعد پدرانشه. میگه که شیخ صفی الدین اردبیلی در حدود 650 هجری قمری، 650 یعنی حدود 800 سال پیش. حالا بذارید اینو دوباره یه بار دیگه اینجا حساب بکنیم. 1447 ازش کسر بکنیم، 650 رو دوستان 797 سال پیش این انسان متولد شده. خب این که هر کتابی هم داشته باشه، حدود بگیم که 800 سال پیش این کتاب رو نوشته، حدود 800 سال، نمیگم که دقیق، ممکنه که 720 سال 30 سال پیش نوشته شده باشه، ببخشید 780 سال پیش، 770 سال پیش، 790 سال پیش این کتاب رو نوشته باشه، نمیدونیم. حالا از اینها دوباره میگذریم و رد میکنیم اینجا رو. رساله البیروق شیخ صفی الدین. حالا بذارید این متن ترکی، کتاب المناقب، اول مناقب نوشته. خود کلمه مناقب رو الان ببینیم که المناقب چی هستش. بذار اینو، مناقب یعنی چی؟ کلمه مناقب به صیغه الجمع، این جمع، تعنی الفضائل والخصال الحمیده والاخلاق الجمیله التي یعرف بها شخص او جماعه. میگه خصال و اخلاق و خوی و رفتار حمیده یعنی خوب، پسندیده، زیبا، مورد قبول عامه. و الاخلاق الجمیله، بازم گفتم دیگه، همین خوب و زیبا و اینا رو بهش میگن که یه شخص داشته باشه یا یک ملتی داشته باشه، بهش میگن مناقب. خب ازش پس این کلمه رو هم اینجا تعریفش رو فهمیدیم. خب
و هو کتاب یحوی علی حوار فی آداب الطریقة بین الشیخ صدر الدین و بین القطب العارفین الشیخ صفی الدین ابن اسحاق الاردبیلی و یعید کتاب المناقب من کتب شبک المقدسة و یعرف عندهم بالبروخ و البیروق. بیروق ترکیشه، بروخ عربیزش کردن. نگاه کنید چه کلمه چقدر عوض شده. بروخ و بیروخ. ای ما به تفضیل به. حالا میخواد اینجا این کتاب رو به عربی اینجا چیز میکنه، اسمش و اینا رو توضیح میده که و هو کتاب یحتوی محتوا داره، یعنی داخلش هست بر حوار گفتگو فی آداب طریقت، در آداب و رسم و رسوم و عادتهای یه طریقت نوع زندگی فکری هستش. من یه دوستی دارم خیلی انسان شریف و متفکری هستش، ایشون مثلا در مورد دولت یه فکری داره، میگه این از نظر فلسفی درباره دولت اینجوری فکر میکنم، اما وقتی میاد زندگی بکنه میگه من زندگیم دولت رو یه جوری دیگه میبرم. اینجوری نیست انسان ها دوستان. انسان ها بر اساس اون چیزی که فکر میکنن زندگی میکنن. این دوگانگی متاسفانه الان بین ما خیلی شایع شده. خب اینجا میگه که طریقه یعنی چی؟ یه راه. طریق راهه، یه راه فکری، سیاسی، دینی، ایدئولوژیک رو انتخاب میکنه و بر اساس اون هنرش، زندگیش، کارش، بارش، سیاستش، دولتش، همه چی رو بر اساس اون میبینه. و پس بین شیخ و صدر، حالا این طریقه بین کیا بوده؟ بین شیخ و صدرالدین، اسمش بوده شیخ صدرالدین، و بین قطب العارفین. قطب العارفین که اسمش چیه؟ عارفین جمع عارفه. عارف عرفه، از عرفه میاد یعنی شناخت. این هم از عرف میاد. عرفه از کلمه عرف میاد. عرف هم یعنی اون چیزی که عامه مردم اونو میشناسن، ولی این وقتی عرفه میشه یه مقدار تغییر میکنه، یعنی انسان تلاش میکنه یه چیزی جدیدی رو یاد بگیره. قطب العارفین شیخ صفی الدین ابن اسحاق اردبیلی و یعید کتاب المناقب. حالا برمیگرده یعید، برگشتن، کتاب مناقب من کتب شبک. این شبک چی هستش؟ المقدسه. بذارید حالا اینم بنویسیم که شبک المقدس چی میشه. الشبک المقدس، الشبک المقدس یعنی چی؟ ببینید من این سبک نوشتم، اینو شبک بکنیم. الشبک المقدس ما قد یشیر الى الکتاب المقدس للشعوب فی العراق. این یک کتابی هستش در شعوب نوشته. شعب به ملت گفته میشه، شعوب جمع شعبه. ببینید در اون الان در عربی به عراقی ها نمیگن عراقی، ملت عراق میگن ملل عراق. عراق اسم یک سرزمینه، ولی اون ملت هایی که درونش زندگی میکنن ملت های متفاوت هستن. حالا اسم اینجایی که امروزه اسم جعلیش این منطقه رو ایران گذاشتن، این اسم سیاسی یک مجموعه خاک ها و سرزمین های ملل مختلف هست. اسم سیاسی جدیدی هم هستش، ولی داخلش جغرافیا و وطنهای مختلف ملت‌های مختلف وجود داره. و هو متن یسمى بیروق. به اون شبکت المقدس که در عراق بوده بهش میگفتن چی؟ بیروق. خیلی جالبه، من اینو نمیدونستم. او کتاب المناقب، یا بهش میگفتن کتاب المناقب هم بهش میگفتن. المکتوب به لغت غربیه، به لغت غریبت من لغت ترکمان، به یک لهجه عجیبی از لغت ملت ترک. نمیگه ترک ها، ترکمان، برای اینکه ما هممون ترکمن هستیم. حالا نمیدونم چرا شده ترکمن اسم قومی و ملتی ما بوده، ترک اسم زبان ما بوده.
ما اینها رو قاطی کردیم، همین این در جهان جهل. فقط تکون یا تکون تعنی ایزن الشعوب الشبك نفسها التي تسكن سهل نینوی بالعراق و هم مجموعة ارقية یعنی نژادی تتكون من المسلمين الشيعة والمذهب السنة و هم من اصول کردیه، میگه کردی هم داره، و یتحدثون باللغة الشبکیه الباجلانیه، اینم باجلان القریبه من الکردیه الغورانیه. احتمالا این رو حالا یکی بهش اضافه کرده، این قسمت رو یکی بهش اضافه کرده. وقتی اسم کتاب دیگه بویروخ هستش، به معنی ترکی هستش، دیگه شما این کردیه و باجلانیه و اینها رو از کجا آورد؟ یه کسی که این چیز رو چی میگن اسمش، ویکیپدیا رو نوشته، کرد بوده، این اومده نظر خودش رو داخل اونجا نوشته. حالا اینجا هم گفته شبک فارس هم شبک به کردی، حالا میگیم که دیگه دوباره اینجا به کردی نوشته. خب بریم از اینجا بیرون. حالا میگه که کتب شبکه مقدس هستش، شبکه احتمالاً همون مجموعه هستش، و یعرف عندهم به بروخ، در نزد اونها معروف هست، شناخته میشه به بروخ و البویروک. این دوتا، بویروک ترکیشه، عربی زشت کردن شده بروخ. حالا اینجا میاد بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب از اینجا شروع میشه. هذا کتاب البویروک مناقب شریف قطب العارفین حضرت شیخ صفی الدین شیخ صفی قدس الله سره العزیز الحمد لله الذي جعل مشاهد انبیائه قبله للعارفین یا قبله للعارفین، حالا فکر میکنم اینجوری باشه، قبله للعارفین و قبله للعارفین و کعبه للطائفین و جعل تمسک به حبلهم سببا للنجات. حبل ریسمانه دیگه، میدونیم، سببا النجات التي یوم الدین و الاعتصام بهم و وسیله الارتقاء على الدرجات في علیین. الحمد لله رب العالمین خلق السماوات العلیم لا بدایة ولا نهایة له و افضل الصلوات و اکمل التحیات علی رسوله المختار الامین و آله و اولاده اجمعین و علی سایر الانبیاء و المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا اون قسمت عربی، امیدوارم که تموم شده باشه. حالا اینجا وصیت کردن پیغمبر اسلام، اینجا رو رد میکنیم، این زیرنویس هست، این زیرنویس رو رد میکنیم. ببینیم اون بالا کجا یک گذاشته بود وصیت پیغمبر. حالا اینجا یه جایی این عدد رو گذاشته و درش توضیح داره میده. حالا صفحه 14 این سرهنگ قیامت متن ترکی رساله البانی نبی اکرم و نمیدونم این فارسی و اما بعد. حالا مثل این که کتاب اینجوریه، همین وصیت میره صفحه 14 وصیت کردن پیامبر اکرم، اینجا به عربی به فارسی نوشته. من از اینجا هم رد میکنم، کاری به اینجا نداریم. نبی اکرم و اما بعد سرور کائنات و خلاصه الموجودات الاول و شفیع امت و سرهنگ قیامت و ارکان رسالت بلبل گلستان خواجه دنیا و آخرت صدر صفوت و ماه قویه وفاء معلا و مزکا و مجتبا یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم hazretleri tüm kim fena darinden bega mülküne azm etmeli oldu hadis şerif el mu'minune la yemutune bel yenqalune یا ینقلون من دار الفناء الی دار البقا. حالا اینجا یه کروشه باز کرده و نی گذاشته. این نمیدونم ya Hazreti Resul sallallahu buyurdu kim müminler ölmezler
fanadan baqaya nəql edərlər. Haman bir evden bir eve çöçerler gibidir. اینجا دیگه وارد اون کتاب بخش ترکی شدیم. پس اول وقت برای اولین بار اینجا می‌بینم به جای وقت یا وقت یعنی وقت، حالا از کلمه وقت زمان آن به جای آن که یک کلمه ترکی هست به معنی زمان یا چاغ، به جای اون از وقت که ترکی وقت هستش، وقت عربیه، به جای اون وقت شده. پس اول وقت اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اسدالله یعنی شیر خدا، حالا غالب هم هست یعنی پیروز، در حالی که حضرت علی پیروز نبود، شکست خورده. اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حضرتleri، دوباره یا نی اینجا ممکنه که حضرتleri نی اینجوری هم باشه. آخرته giderim ve sana bir gaç ببخشید حضرتleri huzuruna istedi. یعنی o وقت اسدالله غالب فلان علی ابن ابی طالب حضرتlerini huzuruna. حالا این کروشی که اینجا گذاشته این نوشته اون شیخ صفی نیست، بلکه این رو این مترجم ها یا اینایی که برای چاپ حاضر کردن کتاب رو، اینها گذاشتن که اینو ما بگذاریم. اینجا حضرتleri huzuruna، حالا اینجوری می نوشته می شده، الان ما یه نی اضافه می کنیم، یعنی حضرتlerini huzuruna istedi و ادی و ایتی. البته آیتی یعنی آیتی اینجا گفته، در کتاب های قبلی که خوندیم گفته بودن ادی یعنی گفت، اینجا آیتی اینگار که بیدارش کرد. آیلماخ بیدار. یا علی Gurb hakka muvasilat garib olmuştur. Gurb yakınlık. Gurb hakka muvasilat vasl olmak, yapışmak garib olmuştur, yakın olmuştur. Ben dünyadan ahirete giderim ve sana bir gaç vasiyet ederim. Gedirem. اینو باید بخونیم. من dünyadan ahirete giderim ve sana bir gaç vasiyet ederim. Gerektir kim kabul edesən, iki cihanda aziz və möhtərəm olasan. Zira təriqət içində lazım olan nəsnələrdir. Mənə Cəbrəil əmin Həzrət Rəbbul Aləmindən vəhy gətirmişdir. İndi şəriət ənbiyanın və təriqət awliyanındır. İndi şəriət ənbiyanın və təriqət awliyanındır. معرفت سلوکدür. خود معرفت سلوکدür. حقیقت وصلت مقامیدür. حقیقت وصلت مقامیدür. تا مادامی که متصل نشی به اون چیزی که میخوای بفهمی، حقیقتش رو نمیفهمی. اینو میخواد بگم. معرفت چی هست؟ معرفت سلوک هستش. حالا بذار ببینید سلوک رو گوگل چی میگه. این کلمات رو معنی رو مجزا درک بکنیم. کاش این عربی می نوشیم. سلوک در معنای اصلی به معنی راه رفتن و طی کردن اشاره، و در فرهنگ فارسی به معنای رفتار و روش و فلان. فارسی رو ولش بکنیم. بذارید اینو براش یه الف لام بذاریم بشه از سلوک. السلوک الفاظ مترادف السلوک. اوکی. کلمات مترادف السلوک شامل، دوباره رفت به اینجا. این چرا عربی؟ من باید این گوگل رو تبدیلش بکنم به چیز عربی که اصلا برای من با من عربی صحبت بکنه، هم عربی من بهتر بشه و همین که کلمات رو ما از فارسی دور بشیم. دوباره همین با فارسی ما یه مقدار مشکل پیدا میکنیم اینجا دیگه. خب بریم کتاب.
معرفت سلوک هستش. میگه معرفت، اون چیزی که به معرفت معروفه، راه و روش رفتن هست. رفتن یک راه رو بهش میگن معرفت. اما حقیقت چیه؟ وقتی به رفتی رسیدی به اون یک چیزی، اون وقت بهش متصل میشی، به حقیقت متصل میشی. و متاسفانه ما هیچ وقت حقیقت رو نمیفهمیم. حقیقت از هر زاویه‌ای یه رنگ دیگری هستش، یه چیز دیگری هستش. وصلت چی هستش؟ وصلت مقامیدر. خود حقیقت وصلت مقامی هستش. öyle حق olmaktır. تا وصل نشی حق نمیشی، باید وصل بشی که حق بشی، به حقیقت وصل بشی که حق بشی. öyle حق olmaktır. پس bu gövherleri yazıda sana yadigar verelim. از حضرت محمد نقل کرده. ما نمیدونیم که چقدر این سخن درسته یا درست نیست. Ümmet xas və mümin pak etiqad olan qardaşlara, ümmet xas və mümin pak etiqad olan qardaşlara lö'le candır. Nə mərcandır. Lö'le candır. Nə mərcandır ki, hər biri bir candır. Möhkəm saxlayıb bu sözləri dürr kimi, tən və can. حالا این kimi رو داخل چیز گذاشته. Dür, ten ve can kulaklarına koyalar. Enbiyanın sırrını bilip duyalar. Duymak şeniden. Oğliyanın erkanına, erkan rükn, sütunha. Oğliyanın erkanına uyalar. Bər əsas un rəftar بکنن. Möminlikdə pak etiqad mühibbilər روز محشرdə qiyamət qaim olunca bizim علم و sancağımız altında sancaq ما دیروز گفتیم چی؟ به یه چیزی سنجاق میشه. اون علم و بیرق به یک چوبی سنجاق میشه، آویزان میشه. سنجاق به همون میگن. یه پارچه ای که با رنگ خاصی یا با علائم خاصی که روی این پارچه هست به یک تیر، به یک چوب وصل سنجاق میشه. بهش میگن از این جهت به پرچم سنجاق میگن. چی گفت؟ sancağımız altında bulunmak پیدا شدن، هویدا شدن، موجود بودن. bulunup şefaatimizden mahrum kalmayalar inşallah Teala. Ya Ali, hak olup muhib oliya olan kimselere telqin edip bu vəsiyyətləri deyəsən. İna suxanan Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastacı. Gücləri yetdikcə əla qadrih. این حالا همون gücləri yetdikcə tərcüməş ərəbişə. Oliyanın ədəbindən və ərkanından eşidələr. Bilib öyrənib oliyanın təriqin tutup gedələr. بالا طریق رو معنی کرد ها. اینجا میگه که اولیانın طریقin tutup دو. بعضی جاها ت میگیم، بعضی جا د میگیم. خود این که آذربایجانی بوده در بگیم که چند صد سال پیش شد، بگیم که 670 سال پیش، 680 سال پیش ترک ها در آذربایجان به جای دوتوب میگفتن که گفتیم در کتاب‌های قبلی د به ت و ت به د تبدیل میشه، در نتیجه با ت دسته‌دار مینویسن. ولی این کتاب که دوستان ما، بزرگان ما به چاپ رسوندن با دال نوشتن. دوتوب گدلر و اوتا göre ona göre عمل ederler. حالا اینجا دو تا نقطه روی تا گذاشته بوده، من فکر می‌کنم ona göre عمل ederler. و dahi her kim bu vəsiyyətləri dinləmək گفتیم گوش کردن. dinləyib mucibincə əməl edərsə, ol mənim dostumdur. من ondan خوشنود olaram. آیا خوشنودی کلمه عربی فارسی هست؟ معلومه که نیست. حالا برمیگردیم. خوش، کلمه خوش، این رو من پیدا میکنم که ریشه ترکیش چی هست. خوشنود، خوشنود، نود
پسوند وصل میشه به آخر کلمه. اگر فارسی بود باید اولش میومد، در زبان فارسی به اول میچسبه. خوشنود اولاران yarın فردا yarın hakkın cemali kendisine gösterem ve her kim bu vasiyetleri eşidip tutmaz ise benim düşmanımdır. نگاه کنید داره، ببینید الان این انسان این رهبر صفوی داره حالا ایدئولوژی ایجاد میکنه که چجوری انسانها رو دور خودش جمع بکنه. به ایمان اینها چنگ میزنه، با ایمان اینها خیلی عمیق نه ولی داره بازی میکنه که بتونه اینها رو جلب بکنه و در راه اهداف سیاسی خودش بتونه از اینها استفاده بکنه. در اینجا اول در اینها، حالا به زبان امروزی ایدئولوژی، به زبان مذهبی، در اینها روحیه مذهبی و زیست مذهبی رو ایجاد میکنه. حالا نگارش وصیت‌نامه و نحوه، حالا اینجا فارسی هاشو یه صفحه حالا متوجه شدم کتاب چجوری نوشته شده. کتاب یک صفحه عربی، یک صفحه فارسی و همون صفحه دوباره به ترکی نوشته شده. حق چاپ برن که بتونن این کتاب رو چاپ بکنن. خب این فارسی رو از اینجا رد میکنیم، میرسیم به ترکی. Vəsiyyətin yazılması və saxlanılması. پس اول وقت bu vəsiyyətnaməyi، حالا پیغمبر وصیت کرد به علی دیگه، نه؟ حالا حضرت علی میگه اینو نوشته. مسئله اینه که حضرت علی این سوال رو بپرسید روی چه چیزی، با کدوم الفبا، با کدوم وسیله این رو نوشته و این نوشته کجا هست. حالا یه دونه نیستش که اینا نهج البلاغه هم نوشته. آقا نهج البلاغه امروز 500 صفحه است. این 500 صفحه رو اون روی چی نوشته؟ حالا اون یارو که یونانیه بهش میگن کتاب نوشته 2500 سال پیش، 2500 سال پیش، این آدم کتاب رو روی چی نوشته؟ اونم در زندان. میگن این رفته در زندان نوشته دیگه. روی چی نوشته؟ با چی نوشته؟ با کدوم الفبا نوشته؟ این کتاب کجا هستش اصلش؟ حالا یه صفحه ازش وجود داشته باشه لااقل. پس اول وقت bu vəsiyyətnaməyi امیر المؤمنین امام علی علیه السلام سلامه تسلیم eylədi. یعنی نوشته بوده خود حضرت محمد. ما میدونیم که سواد نداشته حضرت محمد، امی بوده. تسلیم eylədi و neçə türlü اینجا با دال نوشته ولی قبلا دیدیم که türlü اینا نوشته میشه. Dürlü pənd və nəsihət edib buna mutabik hadis şərif söylədi. Ana Mədinətul ilmi və Aliyyun babıha. نمیدونیم این حدیث ها رو. من علمین شهریم و علی قapısıdır. Ana ve Aliyyun min nurin vahid. Yani mən və Ali bir nuridən xalqız. اسدالله الغالب امام علی علیه السلام، حالا خود نظر خود این صوفی هستش، اسدالله الغالب امام علی علیه السلام. این غالب رو چرا برای تکرار میکنه؟ برای اینکه میخواد بگه شیعه شکست نمیخوره، همیشه پیروزه، حتی اگر کشته بشه پیروزه. این رو ما البته در تمامی مذاهب اسلامی این رو میبینیم، چون اصلا اسلام اینجوریه دیگه، میگه اگه کشته میشید شهید میشید، فوز اعظم هست، انتهای آرمان بشر مسلمان هست، و اگر زخمی بشید که میشید قاضی، و اگر زنده بمونید که با اجلتون بمیرید اونم یه چیز دیگری. پایین ترین سطحش همینه، یعنی به مرگ معنی میده.
میگه مرگ در راه دولت ملی، آرمان ملی، اهداف ملی، ملت و وطن بالاترین هدف انسان برای مرگ. یعنی انسان نمیخواد زود بمیره، ولی اگر قرار بمیره و اگر قرار انتخاب بکنه مردن را، بالاترین مرگ با شهادته و شهادت در راه منافع ملی، ملت، دولت ملی و عقاید ملی و فلسفه ملی هست. نگاه کنید، برای همین هی میگه که اسدالله الغالب و پایین ترین و پست‌ترین مرحله مرگ مردن در بستره، از نظر شیعه، از نظر اسلام، از نظر تمامی مذاهب اسلامی. در نتیجه همه وقتی دعا میکنن عاقبت ما رو ختم به خیر بکن، عاقبت منظور یا اون روزی که میخوایم بمیریم، میگه یه جوری بمیرم که ختم به خیر بشه، اگر هم گناهی داشتم در حال گناه نمیرم، اگر من در حال مثلا جنگ برای اعتقادات و برای منافع ملی و برای منافع انسانی و برای منافع دینی و اینها بمیرم. حالا این جنگ هم معنی های زیادی داره. خود جهاد به ما معنی رو اشتباه گفتن. آقا جهاد به اون معنی نیست. وقتی حضرت محمد هم از جنگ برمیگرده میگه که حالا نوبت جهاد اکبره. خود جهاد چی هست؟ از کلمه جهد به معنی تلاش ساخته شده. یعنی اون جهاد به معنی این نیستش، جنگ نیست، اون به معنی جهد و تلاش برای رسیدن و برپایی دولت ملی و استقرار دولت ملی و رسیدن به اهداف دولت ملی برای تأمین منافع ملت، منافع ملی ملت و برای تأمین امنیت ملی، شکوفایی استعدادهای ملی ملت هستش. حالا اسدالله الغالب، امام علی علیه السلام، رسول صلی الله علیه و سلم hazretlerinin lafz cüherbarinden pend ve nasihati kabul edip huzur şerifinde yüzünü yere ürdü. گفتیم که ürmek، من فکر کردم که در آذربایجان نبوده. نگاه کنید، همین که ما داریم کتاب ها رو میخونیم متوجه میشیم که ما با اون چیزی که عثمانی میگفتن با اون چیزی که ما میگیم، اینها فاصله بین زبان ما وجود نداشته. زبان یکی بوده، ولی در 250 سال گذشته چون از نظر سیاسی ما رو جدا کردند، لهجه های محلی رو تبدیل به زبان اداری ملی تبدیل کردن و ما رو از هم جدا کردن. همونطور که الفبامون رو جدا کردن، لهجه هامون رو تبدیل به زبان کردن و ما رو از یک زبان نوشتاری به 10 زبان که الان ما خیلی همون نمیتونیم مثلا ازبکی رو بفهمیم، در حالی که زبان ما ترکی بوده. یره اردو، سردو اردو. حالا اینجا این کتاب رو یکی خریده و این کتاب رو به پی دی اف تبدیل کرده. اردو رو یا نفهمیده، یه زیرش یه خط کشیده که ببینه این لغت چیه. احتمال میدم این بعدن کشیده. والا ما در این پی دی اف میبینیم که یک کسی با مداد یا با قلم زیر این خط کشیده. به احتمال زیاد قلم هست یا مداده، خودکار نیست، خط کشیده. اردو یعنی آورد، به زمین سایید به فارسی. و اول وصیت نامه‌ای یا اول وصیت نامه‌ای رسول حضرتینین حضوروندا یازدی. حالا اونجا گفته که داد. نگاه کن داستان چه شکلیه، نگاه کنید. من حالا دوباره برمیگردم اینجا رو بخونم. پس اول وقت bu vəsiyyətnaməyi امیر مومنین علی علیه السلام تسلیم ایلدی. حالا اینجا چی میگه؟ میگه که و اول وصیت‌نامه‌ای رسول حضرتینین حضوروندا یازدی. حالا میگه که اون وصیت‌نامه رو تسلیم کردن، دادنه. حالا اینجا باید این معنی رو بگیریم که مثلا بهش گفت. اگه بخوایم این متن رو درست ترجمه بکنیم باید بگیم که اینجا اونجا گفت، اینم نوشت. ولی تسلیم معمولا یک چیز، حالا
میتونیم اینو عربی، خوش عربی این رو می نوشت، ما عربیشو در می آوردیم که چی هست. میتونیم تسلیم رو بنویسیم، ما معنا کلمه تسلیم. آی خدا این زبان فارسی، من باید یک کاری بکنم که این دیگه عربی بیاره، زبان این چیز رو تبدیلش بکنم به عربی. اینو امروز تغییرش میدم که عربی باشه. Evvel vasiyetnameyi Resul Hazretinin huzurunda yazdı, bir müteber kitap eyledi. وقتی ببین این کتاب، کلمه کتاب درسته، احتمالا در قرآن اومده. من حالا برمیگردم برای اینکه کار چیز داریم میکنیم. بذار ببینیم اینجا میتونیم هازا کتاب مبین میدونیم که هستش. خب کلمه کتاب رو یا الکتاب، کتاب رو آورد اصلا، کتاب. نگاه کنید این کتاب رو در قرآن آورد. بذار ببینیم چند تای دیگه هست. کلمه کتاب، الکتاب یا کتاب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بار در قرآن، احتمالاً شاید هم بیشتر باشه، کلمه کتاب ذکر شده در قرآن. اما کتاب به معنی کتابی که ما امروزه میشناسیم نیست. حتی در گذشته 200 سال قبل به کتاب نمیگفتن، میگفتن رساله. از این کلمه اشتراک معنوی بهش میگن در عربی، میگه این کلمه اشتراک معنوی داره، یعنی یه جورایی انگار که معنیش همونه. ما میدونیم که مثلا نمیگن کتاب ابوعلی سینا، میگن رسالات ابوعلی سینا، رسالات فلان کس، رساله فلان کس. خب حالا از همین استفاده کردن فارسا، میگن که آقا ایران دارای کتابخانه بوده، عرب ها اومدن آتش زدن، اسکندر اومد آتش زد. این کتاب ها جنسش از چی بوده؟ در اون زمان که کاغذ وجود نداشت، کتاب ها جنسش از چی بوده؟ روی چی می نوشتن؟ با کدوم الفبا می نوشتن؟ با کدوم ابزار می نوشتن؟ روی چه چیزی می نوشتن؟ اینها چیزایی که ما باید اینو بفهمیم. حالا در قرآن این تعداد، خوب شد این چیز رو پیدا کردیم، این کار بذارید همینجا باشه، بعضا به درد میخوره این رو آدم یه جورایی. خب yazdığı bir müteber kitap eyledi. Daimen okuyup mucibince amel eder idi. Ondan İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselam ve İmam Zeynel Abidin aleyhisselam hazretlerine erişti. Ondan az on. Az on.
آن دن یعنی آن دن یک کلمه مرکب هست از آن و دن. دن یک چیزی که وصل میشه به آخر کلمه. در زبان ترکی اول کلمات ثابت میمونه، کلمات اگه بخوان تغییر زمان و مکان و موقعیت و اینها بدن یا تعداد بدن بهش میچسبن، از انتها بهش میچسبن نه از ابتدا. آندن این امام ها، حالا Hazretlerine erişti radıyallahu teala aleyhim ecmaîn ta kim silsile اولاد رسولدان bu وصیتنامه شیخ صفی‌الدین حضرتlerine erişti. حالا میخواد بگه که شیخ صفی‌الدین هم از جزو فرزندان حضرت رسول هستش یا حضرت علی هستش. اینجوری میخواد بگه. قدس الله سره العزیز okuyup onunla amel kıldı. میگه این کتاب دست ایشون بوده. حالا کجاست؟ kendisine murid olup iradet götüren talipler, götüren ya getüren هم میشه. iradet götüren, götürmek یعنی برداشتن. خیلی تحت اللفظی این معنی اصلا معنی نمیده، یعنی götürmek یعنی بلند کردن، خب برداشتن. getüren یعنی آورنده. انگار که iradet götüren یا iradet götüren talip ve dervişlerine معن kelime عربیه، همگی با هم telgin edip bu vasiyetname mucibince evliya ve mehbetlerine irşad eder idi. Bize dahi onlardan yadgar kaldı. Yadigar kaldı. Yadigar galate. Be lafz-ı tehrani hast. Yadigar kaldı. Yadımda. کلمه ترکی هستش رفته به فارسی. نمیدونم در فارسی یادگار به کار میره، اما یعنی چی؟ یادگار یعنی چی؟ یاد یعنی حافظه در ترکی. یادمداده یعنی در حافظم هست، در خاطرم هست. یاد بیگانه، به بیگانه هم گفته میشه. بازم این در ذهن من، از من جدا، از من جدا. کسی که یاده یعنی بی از من جداست، از من، با من نیست، با همراه من نیست، این میشه یاد. یادمدا یعنی چیزی که در درون من هست، در حافظه من هست. یادجار یعنی اون چیزی که در اینجای من هست، نقش بسته. حالا این به فارسی رفته شده یادگار. معنیش یعنی چی؟ حالا بگید فقط میگه خاطره. این خاطره نیست، این حافظه هست. و ازش عرض کردیم یاد یعنی بیگانه، ساخته شده، یعنی از من نباشه بیگانه میشه. در کلمه یاد بین من و حافظه من فرق هستش. یعنی من جسممه، یاد حافظه منه، عقل منم نیست، این حافظه هست، اون چیزی که ضبط میکنه و نگه میداره. حالا میخواستم یه چیزی بگم ولش بکنید، طولانی میشه، بریم. خب اولیان مناقب بودور. مناقب رو معنی کردیم، میشه جمع منقبته به معنی اخلاق و رفتار خوب، نیکو. بیلسن طالبلere terbiye kılasın. حالا این رو باید بدونی و چیز بکنی. شیخ صفی‌الدین حضرتleri tapşırığı vasiyetnameye göre şeyh akil ve kamil ve qurb haqqı vasil tahqiq Halifetullah indehu Şeyh Safiyeddin rahimehullah hazretleri buyurur. حالا این یه مقدار درباره وصیت حضرت رسول به حضرت علی صحبت کرد. حالا در مورد خود وصیت این haçan her zaman ki haçan bir talip bu vasiyetleri dinlese ve manasını anlasa ol talip hakkı huzurunun emn ve emanında olup dünya ve ahiret korkularından kıyamet gününde bizim ile haşr olur. Bu vasiyetname okunur.
kimi qulaq tutub dinləməsə və mənasını anlamasa, gözü və gönlü bayanda olanın ədəbin yerinə gətirməsə, gözü gönlü bayanda olanın bəyanda olanın ədəbin yerinə gətirməsə, ol talibdən Allah bizar, Resulullah bizar və fil cümlə dünya və evliyalar və mələikələr bizar olurlar. حالا اینجا دیگه میاد طالب کیست و اینها رو میگه. ببینید طالب kimdir. طالب kimdir؟ مگر kim Şeyx Sadreddin Hazretleri məclisdə hazır idi. Məgər kim? Yəni məgər مثل این که یا گویا مگر kim Şeyx Sadreddin Hazretleri məclisdə hazır idi və təriqət içində Şeyx Safiddin oğlu idi. Bu nütqi eşidincə filhal oturduğu yerdən ayaq üzərinə durdu. Gəlib şeyx huzurunda yüz yerə qoyub təzərrü və naz eylədi. Və dahi miskinliyə dedi. Miskinliklə dedi. Miskin diye نخونیم فارسی. Miskinliklə dedi. Ya şeyx, talib haqq nədir? Bizə bəyan eylə. Kərəm lütfündən eşidəlim. Şeyx Safi Hazretleri buyurdu ki, talib haqq oldur kim اول ادب آلا رو در داخل گیومه کروشه گذاشته که آقا این رو مترجم ها یا این کسایی که کتاب رو به چاپ آماده کردن نوشته. پس اگه ما کتاب رو بدون کروشه بخونیم خیلی جالب تر میشه. طالب حق oldur kim اول یا اول ببخشید ادب ikinci عوامدن کسیله از انسان عامی بی سوادی که بوسفنده جدا بشه. عوامیدن کسیله. Üçüncü محرمین بیله. محرم دوستان یعنی اسرار. این محرم که میگن فلانی با من محرمه یعنی سرداشت. محرم بودن به معنی سرداشت بودنه. این سر میگن که بعضی ها میگن آقا در خونه ما اگر کسی سر یکی رو ببره این تو چاه دل ما دفن میشه، هیچ کسی نمیدونه. ولی بعضی ها هستن یه پیچ بکنید، یه کلمه بگید همه میفهمن. این سرداشت نیست و محرم هم نیست. ممکنه مادرت باشه، ممکنه خواهرت باشه، ممکنه زنت باشه، ممکنه دخترت باشه، ممکنه پسرت باشه، ممکنه پدرت باشه، اما محرم نیست. محرم یعنی همسر، سرداش، یعنی سرشو ببرن تکه تکه، انگشتاشو دستاشو پوستشو بکنن تکه تکه، این انگشتاشو ببرن سر شما رو فاش نمیکنه. این محرم یعنی این. برای همین به دربار شاهان ترک نمیگفتن حرم سرا، میگفتن حرم. برای اینکه این حرم یعنی این حتی کسایی که وارد حرم می شدن حق خروج از حرم رو نداشتن. حتی شاهان ترک وقتی یه وزیر انتخاب می کردن، این وزیر رو هم حرم سیاسی سر می کردن هم حرم خانوادگی می کردن. یعنی وارد حرم می کردن. یعنی چی؟ یعنی یا با مادرش ازدواج می کرد، یا با خواهرش ازدواج می کرد، یا با دخترش ازدواج می کرد، یه جوری که جزو خانواده و همسر بشه، سرداش olsun. نگاه کنید، یعنی نباید سر این خانواده این چیز به خارج از خانواده درج بکنه. فرقه.
این که ما حرم سرا میگیم، حتی اگر حرم سرا هم بگیم، یعنی اون سرا و کاخی که حرمه و حرام اسرار اینجا بره بیرون. حرم از کلمه حرام ساخته شده، شاید هم حرام از کلمه حرم ساخته شده، هر دوتا مصدرن. ولی این حرم یعنی حرامه که سر در اینجا به بیرون از اینجا بره. این سر وقتی پیدا شد با مرگ من میره تو قبرستان. ما خانواده اسرار رو باید نگه دارن. اون دوستانی که برای یک کار مشخصی با هم وارد میشن و یک حرم تشکیل میدهند، ممکنه 10 تا مرد باشن ولی اینجا حرم داشته باشه، یعنی اینجا یه حرمتی داره. این سخنان و این تصمیماتی که در اینجا گرفته میشه در اینجا میمونه و بیرون درز نمیکنه. شما نگاه کنید مثلا در دوره مشروطه در تبریز یه انجمن سری تشکیل شده که بر ضد ترک هم رفتار کرده. فراماسونر بودن، قطعا فراماسونر بودن. اما ما امروز هم نمیدونیم اسم اینها چیه، چه سیاست هایی رو گرفتن، چطوری این ستارخان و باقرخان رو برده فکری خودشون کردن، چطوری تبریز رو، آذربایجان رو و ترک ها رو علیه ترک و حاکمیت و دولت ترک تحریک کردن. این پولشون از کجا می اومده، سلاح رو از کجا می گرفتن، از کجا تغذیه می شدن، تغذیه فکری، تغذیه سیاسی، تغذیه ایدئولوژیک، تغذیه اطلاعاتی، اینها رو چه کسی می داده، چه کسی به اینها آموزش های لازم سیاسی، نظامی فلان رو می داده، امکانات رو می داده. ما هیچی نمیدونیم. حرم به اینجا میگن. من با کارشون موافق نیستم، با کاری که انجام داد، اما حرم رو به عنوان حرم نگه داشتن. خیلی مهمه. ما متاسفانه امروز در حرکت ملی آذربایجان این رو نداریم. ما به راحتی امروز متاسفانه در حرکت ملی آذربایجان میتونیم انسانهایی که دارای سابقه بودن رو خراب بکنیم، میتونیم به راحتی کنار بذاریم، میتونیم به راحتی اون حرفایی که با هم داریم میزنیم، تصمیمات جدی رو فاش بکنیم، میتونیم به راحتی علیه اونها توطئه بکنیم، میتونیم یعنی این کار سیاسی نیست، این حرم و حرم محرمیت نیست، این دشمنیته، این پایبند نبودن به قول قرارهاست. فلانی به شما میگه که آقا من در این مسیر با شما تا مرگ هستم، وقتی آذربایجان مستقل شد با هم میریم تو آذربایجان، حتی در اونجا هم به این کار ادامه میدیم. ولی مثلا بعد یه مدتی که کارش با شما تمام شد شما رو ول میکنه و میره مثلا با یکی دیگه کار میکنه. به نوعی اینها سوء استفاده هست، منافع شخصی رو بر منافع ملی تشخیص دادن و ابزاری استفاده کردنه. پس اول چی گفت؟ گفت بیرین اول ادب، دوم عوامدن کسیله، انسانهای عادی، خال زنک ها ازش باید جدا بشه. üçüncü محرمین بیله، باید محرم رو بدونه که با چه کسی باید چه حرفی رو بزنه و چه حرفی رو نزنه، چه سری رو باید فاش بکنه چه سری رو فاش نکنه. اصلا اجازه داده شده که سری رو فاش بکنه یا نه؟ بعضا ما به یکی اجازه ممکنه بدیم که آقا شما این حرف رو به فلانی بگو ولی از طرف ما نگو، یه جوری بگو که انگار شخص خودت داریم یه عقل بهش میدیم. بعضا هم با مرگت هم باید، با شکنجه هم باید این سر رو از دست ندی. اینقدر باید ایمانت قوی باشه. خب dördüncü جمیع قد ید فعلین ترکده. جمیع ید فعلین، ید دسته، تمام اون کارهای که داره انجام میده رو قطع بکنه الا در این راستا.
تمامی فعالیت‌های فکری، عملی، رفتاری، اخلاقی، تمامی اینها رو باید در راستای یک کار انجام بده، یک هدف انجام بده: تشکیل دولت ملی آذربایجان جنوبی یا تشکیل دولت فراملی ترک‌های دنیا. Beşinci, hakka ve halka yaramaz. İşten etmeye. Pes beşinci, hakka ve halka yaramaz işten ya iş etmeye. اون کاری که برای حق و حقیقت، اون هدف. حق چیست؟ ما حق رو نمیدونیم. حق اون چیزیست که ما مشخص میکنیم، اون چیزی که ما تعیین بکنیم و هدف گذاری بکنیم و اون طرف حرکت بکنیم، اون حقه. اون چیزی که ما تعیین نکردیم، دیگران تعیین کرده، اون غیر حقه، ناحقه، چون در راستای منافع ملی و دولت ملی ما نیست. beşinci حقه و خلقه. حالا خلقم به معنی انسان، ملت. خلقه yaramaz iş etmeye. اون کاری که یارامیه. یار از کلمه یار هستش. دقت بکنید کلمه یار رفته به فارسی، ولی این یار در کلمه در ترکی هزاران مفاهیم گسترده داره. یاراماز منفیه، اون چیزی که فایده نداشته باشه، به معنی فایده نداشتن، اون رو انجام نده. پس هر چیزی که در راه اهداف نباشه. حالا آلتینجی هر هاردا اولا شیخ گرخوسون چکم. هر کجا که باشه باید اون ترس از رهبر رو داشته باشه. شیخ اینجا به معنی رهبره، رهبر اون فکر، اون گروه، اون چیز. میگه چه نزد اون باشه، چه دور باشه، چه تو خونش باشه با زنش و بچه هاش باشه، یا تنها با زنش باشه، یا تنها خودش باشه، یا در یه جای دورتری از دنیا باشه، یا پیش شیخ باشه. میگه فرق نکنه، باید اون حرمت و احترام شیخ و اسرار اون رو داشته باشه، نگه داره. اینجا ترس به معنی این نیستش که از ترسش باهاش همراهی بکنه، نه، یعنی اینجا همراهی دلش اون محرمیت رو داشته باشه. گرخماق یه کلمه هستش که ما باید این رو ببینیم. این گرخماق به معنی ترس نیست خودش، به معنی کوچک دیدن، یه مقدار اینجوری. حالا من پیدا میکنم این رو هم باید بگردم این کلمه گرخو چی هست. یعنی آشکار. حالا اینو معنی میکنه. گرخماق یعنی چی؟ چرا باید از شیخ است؟ معنی میکنه آشکار و یا مخفی. من bu işi görersem şeyhim görür. شیخ میدونه، بیلیر. میگه من حالا اینو بدونه که آقا بالاخره به گوشش میرسه، میفهمه، میدونه دیگه. etmeye اولیاء طالبین gönülle ve gözüne günde 70 kere نظر ایلیه. میگه اولیا طالبین gözüne، بزرگان، اولیا بزرگان چیز، میگه با در هر روز 70 بار 70 kere günde در هر روز 70 kere به چشمان طالب این پیرو نگاه میکنه و از چشمشون میفهمه این داره دروغ میگه، اسرار رو نگه میداره یا نه. البته خب در اینجا سیستم جاسوسی هم کار خودش میکنه. طرف جاسوس در اصل به این معنی نیست. در اینجا به این معنی که همه مواظب رفتار همدیگه هستن. اگه خلافی از من سر بزنه، من این رو میاد به رهبر گروه توضیح میده یا به بزرگش، به مسئولش توضیح میده که آقا فلانی این رفتار رو کرد، آیا مسئولیت داشت این کار رو انجام بده یا مسئولیت نداشت، که اون بزرگ ببینه که آیا این آدم تحت کنترل، یعنی یه جوری گروه باید تحت کنترل باشه، وگرنه به خصوص در گروه‌های اعتقادی و نظامی این خیلی اصلا رسمه، غیر از این نیست. شما نفس هم میکشید باید بگی آقا وقتی میگه نفس نکش دیگه نمیتونی، حق نداری نفس بکشی. وقتی سرفت میاد
باید خودتو خفه بکنی اما سرفه نکنی، چون سرفه بکنی ممکنه که یه نفر حداقلش زخمی بشه اگر نمیرن تعدادی. حالا اینجا اومده متاسفانه کتاب رو با یه فونت دیگری نوشته که من نمیتونم بخونم. سرایین پاکت، سرایین پاک اتکی مهمانخانه حقدر. وقت olur kim taxtini qurmağa sultan gedir یا gelir. سرایین پاکت، سرای یعنی جایی که سرت رو میذاری، سرای، سرای، سرایı پاک ساخلا. مهمانخانه حقدر، چون که اینجا مسافرخونه است دیگه. ما میریم پدران ما مردن رفتن، این خونه برای ما مونده و ما میمیریم، خونه میمونه برای یکی دیگه. مهمانخانه حقدر، برای که این میمونه. وقت olur kim تختی قرماغا سلطان گلیر. یه وقت میبینی که یهو سلطان اومد که تختش رو تو خونه تو بذاره. حالا این همه، حالا اینو فکر کن که از نظر روانی ببین، این دلت رو پاک کن. خیلی کلمه عمیقه. Pisi silinmiş, süpürülmüş görünce sultan sefa eder. Toprak o talip başına ki olyayı hazır ve nazır bilmeye ve her kim gönül ayinesin ve her kim gönül ayinesin silmeye. Ondan enbiya ve olya bizardır. Zar, nayrihand olmak, zırıldamak, zarıldamak. رفته به فارسی هم زار زدن و اینها. ترکیب تمامی کلماتی که از ترکی به فارسی رفتن مرکب شدن در فارسی. تقریبا میتونم اینو بگم. İndi talip olan kişi gerektir ki sahibi akl ola ve her işi ki işlir akl tasarrufi ile işleye. Cemiye harekatı ile zapt eyleye. Muhaliflik etmeye ve egri yani eğri, çap, kent ve egri tariqe gitmeye, ettiği iş ve gittiği yol şeyhin rızasıyla ola. Eğer şeyhin emrine muvafık olmazsa ol talibin çektiği zahmet ve mihnet ve meşakkat fil cümle zayi olur ve ahirette şeytan kimi mel'un ve mağbun ve merdud olmasan ve dergahdan sürülmeyesen, olmayasan اینجا باید نوشته می شده، olmayasan ve dergahdan sürülmeyesen cehd edesen kim 100.000 günahın dahi olursa adam gibi, peygamber gibi مغفور و مقبول olasan. حالا یه گناهی کردی باید تلاش بکنی که مقبول بشی. طالب gerek bir iş işleyincek fikr eyleye. اول باید فکرشو بکنی. ببین طالب gerek bir iş işleyincek fikr eyleye. اگر خیلی işliye şerri terk eyleye. Ama bir kişi zahir ve batinde şeyhin işaretine müntezir ola ve amma نیست. Ama bir kişi zahir ve batinde şeyhin işaretine müntezir ola ve sefa nezerine müzehher düşer ya mezher düşer. Hatta bir kişi talib hak ola ve dahi evliya dergahına gele el verip atek tutsa, o nigah kن، atek tutmak, iradet eyle teslim ola, evliyaya ikrar verip iman getirse bu dünya halqinden kesilip evliya gruhundan ola. گروه رفته به فارسی احتمالا، گروه البته من گروه میخونم به فارسی این غلطه. گروه خوندن اونا. از فارسی رد بکنیم بریم دوباره ادامه. اما burada imandan mevarid صدق و اعتقاد birle inanmaktır. اما burada imandan مراد، ببخشید من اینو موارد خوندم غلطه، فارسی خوندم. اما burada imandan murad sidq ve itikad birle inanmaktır.
هم صدق اعتقاد و هم birle yeni با هم beraber inanmaktır. Bir kişinin ikrarı sadık ve اعتقاد dürüst olmasa, dürüst, خیلی خوب نوشته اینجا کتاب، خیلی زیبا نوشته. Dürüst olmasa o kişinin imanı olmaz. Din dahi imandır. Ve iman iki kısım üzerinedir. Biri tahkiktir, digeri taklittir. تحقیق اولdur که حالا ایمانی که تحقیقی باشه چه نوع ایمانیه؟ تحقیق اولdur که gönül غل و غشتن müberra ola. غل یه چیزی رو قاطی کردن. مثلا غله دارید، یه چیزی رو بهش قاطی میکنید، غله رو قاطی میکنید. مثلا براش غله، از کلمه غله احتمالا میاد. غش هم میدونید که یه بیماری که آدم تعادلش از دست میفته. این دوتا از غل و غش یعنی اینکه یه جایی بچرخه، یه چیز رو قاطی بکنه و بچرخه. پس تحقیق اولdur، ایمان تحقیقی اولdur kim? Gönül حالا در کتاب قبلی این گگül هم نوشته شده که این رو ما میدونیم که گ به نون تبدیل میشه. Gönül غل و غشیدن müberra پاک، بری olmak، پاک olmak، müberra ola. و تقلید چی هست؟ تقلید اولdur kim? Gönlü dop dolu این کلمه خیلی زیباست. پر dop dolu وسوسه شیطان ola. نگاه کنید تقلید رو چه معنی زیبایی میکنه. تقلید اولdur kim? Gönlü dop dolu وسوسه شیطان ola. تقلید چیزیه؟ وسوسه شیطان. دلتون پر از مال از وسوسه شیطان باشه. تقلید معنیش خیلی بده. خیلی اولین بار تقلید رو این به این معنی میبینه. تو عمرم از تقلید بهترین درک رو بهم داد. من این معنی رو نمیدونستم. خیلی زیبا. و Şeyh Safi buyurur ki Evliya menzilinde otura. Talibin gönlüne nazar ede. Levh-i mahfuze ve levh-i insane ola. Yani bir kişi kim yanına geldi, nur-i vilayet ile onun yaptığı hataları bile ve göre ve terbiye eyleye ve hangi talibin gönlü pak değildir, anı yanında koymaya reddeyle ede. ممکنه انسان به یه چیزی برسه، نمیدونم. talibin gönlü necə gərək ola? Şeyh Sadreddin Hazretleri yine sual edip ayıttı. Ya şeyh, talibin gönlü necə olunca pak olur? Şeyh Safi Hazretleri ayıttı. ببین اینجا از کلمه ayıtmak بیدار کردن، رنسانس، از کلمه رنسانس استفاده میکنه. حالا رنسانس لاتینه، ولی این چی؟ این ayıttı. انگار خوابیده بود بیدارش میکنه. این رنسانس این بوده دیگه. اینم داره میگه، نمیگه گفت، میگه بیدار کرد. یعنی انگار این تو خواب بوده نمیفهمیده، اینو از خواب بیدار کرد. بیا بیرون از خواب، ببین دنیا در حرکته. Şeyh Safi Hazretleri ayıttı. Binamazlu gamesin. Yemiye. ببخشید اشتباه خوندم. بینماز لقمسین یمیه. ببینید حالا اینجا چی رو پرسید؟ طالبین gönlü necə pak ola. میگه
بینماز لقمسین یمیه. لقمه احتمالاً کلمه ترکی هستش. لقمه. من میدونم ما در 50 سال گذشته دورمک دیردوخ، دورمک. اما لقمه ممکنه که دورمک نباشه، فقط اون چیزای کوچیک که به اندازه دهن برمیداریم میذاریم دهنمون. حالا بعضیا دهنشون رو یه جوری پر میکنن و اون هیچی، ولی خب اون چیزی که به اندازه دهنمون برمیداریم میذاریم دهن، اون لقمه هست. ولی ما یه دورمک داشتیم که مثلا لواش رو کلا داخلش یه چیزی میذاشتیم، میپیچیدیم و اینو از یه جای شروع میکردیم خوندن. اگر هم مثلا ماست چیزی بود از انتها میخواست بچکه، از این طرف هم میخوردیم. مثلا بینماز لقمسین یمیه. طالب اولان کشی خلق عالمه اختلاط اتممک گرک. با عوام خیلی نباید چیز بکنه. طالب کسی که ملی هستش، کسی که به در پی تأسیس دولت ملی هست، نباید تسلیم عوام بشه، عوام زده بشه. حالا عوام چی خوشش میاد اونو بگم. وظیفه نخبه این هستش که عوام رو و ملت رو از عوامیت بیاره بیرون، حرفای جدید بزنه که گوشهای اونها نشنیده و اونها علیه شورش بکنن، فوشش بدن. اصلا وظیفه نخبه فوش شنیدنه. باید حرفهایی بزنه که عوام نشنیدن، بهش عادت نکردن، مغزشون شستشوی مغزی شده، اینها در مهندسی جهل زندگی میکنن. حالا متاسفانه عوام ما بیشتر از چیز ما آگاهه، تحصیل کرده های ما، برای که تحصیل کرده های ما در زندان جهل تخصص گرفتن، ولی عوام ما نه. عوام ما خیلی ترکتر از متخصصین ماست که ظاهرا ترکن، مثل من ظاهرا ترکم، اما ذهن من، عقل من در زندان جهله. برای اینکه من این کتاب ها رو خوندم، اینها رو گوش کردم، این اساتید رو باور کردم، فکر میکردم اینا معصومن، این ملاها، این معلم ها، این اساتید دانشگاه ها، این مدیران، این فلان، اینها دروغ نمیگن، اینا هر چی میگن درسته. تسلیم اینها بودم، به اینها ایمان داشتیم، به پدر و مادرمون ایمان نداشتیم، به اینا ایمان داشتیم. ولی اون عامی ترکی که به مدرسه و دانشگاه نرفته، زبان روستاشو حفظ کرده، اون هنوز ترکه. اون ذهنش کمتر از من زندانیه. اگر ذهن من 1000 سال زندانیه، ذهن اون 10 دقیقه زندانیه. اگر ذهن من 60 سال، عقل من 60 سال زندانه، قطر دیوارهای زندان درون عقل من 60 ساله هست، ذهن اون احتمالاً به اندازه شنیدن رادیو تلویزیون هست. یعنی ممکنه که در روز 1 ساعت 2 ساعت گوش کرده باشه، اون در عمرش ممکنه که 60 ساعت یا بگیم که 60,000 ساعت گوش کرده باشه به رادیو تلویزیون. من کلا عمرم با این تموم شده. فرق در اینجا به این معنی نیست، ولی در اینجا هم ما باید حرفهایی رو که میزنیم، دولت ملی، تشکیل ملی، جنگ، اینها واقعیت هایی هستش که باید ملت ما بدونن. من یک بار به یکی داشتیم صحبت میکردیم، به یه بزرگواری از جمهوری آذربایجان شمالی گفتم که آقا، ما آذربایجان جنوبی، حرکت آذربایجان جنوبی باید به سمت ترکیه حرکت بکنه، برای اینکه ترکیه یک قدرت سیاسی بین المللی هست، اقتصاد بین المللی داره. آذربایجان شمالی جمعیتش از آذربایجان جنوبی و ترک‌های ایران 5-6 برابر کمه. درآمد ملی آذربایجان آذربایجان شمالی نمیتونه در مواقع لازم، اگر بین مثلا ترک‌های ایران در ایران امروزی با فارس‌ها یا با دیگران به جنگ، درآمد آذربایجان شمالی نمیتونه کفافش بده، اردوش نمیتونه به ما کمک بکنه، اقتصادش نمیتونه به ما یاری بده. ولی ترکیه میتونه
هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اطلاعاتی، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر سرمایه گذاری، هم از نظر اینکه نیازهای اولیه ما رو تدارک بکنه، میتونه به ما کمک بکنه. رابطه همون قطع شد. خب یک چنین ما گاهم با یک چنین عوام‌زدگی هم مواجهیم. عوام‌زدگی فارس تحصیل کردگان بدتر از عوام‌زدگی عامی هست. عامی به راحتی گروه مرجع هر چیزی رو بگه میپذیره، میگه آقا عقل این میرسه، این تحصیل کرده، این زحمت کشیده، این 10 سال 20 سال تو این راه فعالیت کرده، سردی و گرمی روزگار رو چشیده. اما اون کسی که با سواده میگه آقا نه، من خودم به اندازه، یعنی وای میسته این جلوی اون، چون مهندسی جهل خیلی نفوذش عمیقه. میگه که طالب علم کشی خلق عالمه اختلاط اتممک گرک، یعنی عوامیل آلشورشی اتممک دیر یزید اورتیل یاتمایا. یزید اورتیل یاتمایا، این یزید یعنی اگر زنش، همسرش افکار یزیدی داره، دشمنانه داره، یزید به معنی دشمنه، یزید اورتیل یاتمایا یزیدین لقمسین یمیا. اینجا هم باید یزید بخونیم این رو، یزید، چون که در ترکی یزید نمیگیم، یزید میگیم، یزید. یزید اورتیل یاتمایا یزیدین لقمسین یمیا. ظالم بگفتیم اینجا یزید به معنی اون یزید پسر معاویه نیست، اینجا یزید به معنی اون هر کسی هستش که در قدرت هست و ظلم میکنه. یزید اورتیله یاتمایا یزیدین لقمسین یمیا، kendi cevherini Yazid'e harc etmeye ve kendi lugmesini Yazid'e yedirmeye. Bir kimse münkir ve münafık ekmegin. ببینید اکمگی که امروزه در ترکیه به نون گفته میشه، اینجا هم همین رو به کار برد. Bir kimse münkir ve münafık ekmegin yer ise kursağında iken ol kişinin vədəsi irişip ölür ise imansız olur یا ölür. این کلمه خیلی مهمه. bir kimse یعنی مثلا من یا شما منکر و منافق اکمگین یر ایسا، اگر منکر، اونی که منکر حقوق ملی و دولت ملی آذربایجانه و ترکاست، اگر نون اون رو بخوره، اکمگین. اکمگ گفتیم مثلا به بازنشسته میگن چی؟ امکلی. اکمک یعنی اون زحمت، حاصل دسترنج زحمت. اکمگین یر ایسا قورساغında، قورساق یعنی این قسمت پایین تنه که معده و روده و اینا هست. قورساغında iken ol kişinin vədəsi erişip ölür ise، اگر وعده مرگش برسه و اون بمیره، ایمانسız ölür، بدون ایمان میمیره. بینماز kimdir؟ حالا این پرسید نماز یعنی چی؟ حالا تو گفتی نماز یعنی چی؟ ببینید این نماز رو خیلی کتاب جالبی بوده. من تلاش میکردم این رو در ژورنالیست تیوی بخونم ولی نشد. نمیدونم چرا، فکر کنم که در اون مقطع برنامه قطع شد که دیگه برنامه‌ای که ترکی گذاشته بودم اون قطع شد، رفتم فارسی، دیگه نشد این کتاب رو بخونم. و یعنی این کتاب واقعا من فکر میکردم که برای امروز ما لازم هست. بینماز kimdir؟ بینماز چه کسی بینماز هست؟ اون که نماز نمیخونه، مثلا وضو بگیره بیاد الله اکبر بخونه، یا ببینیم چی هستن. شیخ صدرالدین ayıttı، گفت، بیدار کرد. یا شیخ بینماز kimlerdir؟ buyur eşidelim. Şeyh Safi Hazretleri ayıttı، گفت بینماز آنlardır kim hakkı sevgisin، peygamber mehrin و اولیا محبتین gönülden çıkara. چقدر زیبا گفت. بینماز اون کسیه که
Binamaz onlardır kim? Hakkı sevgisin, peygamber mehrin, evliya muhabbetin gönlünden çıkara. Bunların yerine teşviş ve gall و غشten ve bad fikir ve bad اندیشه dolmuş ola. اندیشه kelime ترکی هست. حالا من قبلا گفتم این رو دیگه نمیخوام اینجا. اندیشه dolmuş ola. Pes bunların yerine, yani hakkın sevgisin, peygamberin mehrin, evliyanın muhabbetin gönülden çıkardı ve bunların yerine ne koya? Bunların yerine teşviş, gall و غش ve bad fikir ve bad endişe dolmuş ola ve gönlü daimen tekebbür ola. Hakka baş indirmeye, hakka baş indirmeye, hak söze baş indirip beli demeye. Zira namazdan murad olunan nedir? İno dikkat. Zira namazdan murad olunan niyazıdır. Niyaz etmektir. Niyaz ihtiyaç. Hakka baş eğdirip secde kılmaktır. نگاه کنید میگه از الله میگه چی؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. داره احتیاجشو میگه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اول اونو قدرتشو داره چیز میکنه، برای خودش یادآوری میکنه. بعد میگه اهدنا الصراط المستقیم، به راه حق. حالا اون حق چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، اون صراط اونهایی که براشون نعمت این حق رفتن رو دادی. انعمت علیهم ولا الضالین ها و غیر المغضوب ولا الضالین، و اونهایی که غیر از اونهایی که مغضوب شدند و گمراه شدن از راه حق. خیلی زیبا میگه که zira namazdan murad olunan niyazıdır. Hakka baş eğdirip secde kılmaktır. Bir kişi secde terk eylesə, Hakkı Teala Hazretine ubudiyet ve perestiş etmemiş olur ve şeytan gibi merdud olur. یه صفحه دیگه بخونیم. البته این کتاب ظاهرا خیلی هم زیاد نیست، میتونم ولی بذار ببینیم چقدره که 1 ساعت و 48 دقیقه است. حالا یکی دو سفرم به سرعت بدون که مثلا تلاش بکنم توضیح بدم بخونم که سریع از اینجا بریم. Bir kul efendisine serkeş olup baş indirmese ve emrine muti olmasa, asi olsa, efendisi onu kapısına koymaz, reddeder. İndi talip olan kişi ciddü cəhd edib qadir olduğu qədər gözü ve gönülə girmək. Zira kim gönül hakkın evdirir, pes o ev sahibi. Zira kim gönül hakkın evidir. Zira kim gönül hakkın evidir. İncir bayır میخوندیم. اینجا یه ویرگول لازم بود. Zira kim gönül hakkın evidir. Pes ev sahibi evden hali değildir. Bir kişi hakkın evine girse hak ile birlik etmiş olur. با حق یکی میشه، خودش تبدیل میشه به حق. یعنی من حقم چرا؟ برای اینکه آذربایجان اگه دولت پیدا بکنه به این ایمان دارم، باید این دولت خلق بشه. حالا من این دولت در این مسیر دارم، من با این دولتی که در حال شکل گرفتن یکی میشم. من جدای از این نیستم. اونم مثل قطره که داخل اقیانوس میشه دیگه، اون قطره نیست دیگه، اون چیزه. Səcdə təriqində Şeyx Sədrəddin ayıtdı. Ya şeyx təriqətdə səcdə qılmaq nədir? Buyurunuz cəm'i ehtiram. Buyurunuz eşidəlim və biləlim. Şeyx Səfiyyəddin rəhməhullah buyurdu ki, təriqət içində səcdə qılmaq niyaz məqamidir.
Təriqət içində, nigah bunu در داخل این نه بیرون از این. Təriqət içində səcdə qılmaq niyaz məqamıdır. Yəni təslim olmaqdır. Təslimdən muradı oldur ki, başını yolunuza qoydum. Başını, yəni başını yolunuza qoydum. Ayrıq mənim deyildir. Ayrıq, yəni artıq. Ayrıq mənim deyildir. Zira kim meydanı haqq meydanıdır. Bu meydana girən kişi başını top eyləyib kəndini meydana fəda edib baş və candan geçmək gərəkdir. İnca bir bar دیگه میخونم. Zira kim meydanı haqq meydanıdır. Bu meydana girən kişi başını top eyləyib kəndini meydana fəda edib baş və candan geçmək gərəkdir. Böyle olsa o kişi iradət ilə kəndini təsdiq və təhqiq oliyaya təslim etmişdir. Təriqətdə sidq etiqadını möhkəm edib gönlünə vəsvəsə gətirməyə. Amma ədəb üzərinə olmasa o kişinin təslimi olmaz. Ədəb باید داشته باشه. Səcdə Adəm həzrətlərinə aleyhissalam. Şeyx Sədriddin ayıtdı. Ya şeyx, səcdə haqq üçün isə burada xof yoxdur. Və əgər ədəb edərsə adamdan deyil, Adəmdən deyil. Burada haqdan dahi umid olmaya. Burada səcdə nə üçündür? Bir xoş düşün bəyan elə. Bir xoş düşünmək yəni fikir. Bir xoş düşün bəyan elə. Biləlim, müşkülümüzü həll edib əyan elə. Biz dahi ona görə qılalım. Qılmaq həm namaz, həm əncam dadən kar. Qılalım. Şeyx Səfi rəhməhullah aleyh həzrətləri buyurdu. Ol vaxt kim haqqı Teala Həzrət Adəmin qalıbını Həzrət Adəmin qalıbını qudrət əli ilə düzüb və mələikələr səcdə üçün əmr etdi. Ol əmr xud haqq oldu. Ol əmr xud, yəni xud این əmr haqq بود, haqq şud. İndi ol vaxt haqqı Teala adamın qalibində kendisini gizletti. Nigah kun, çe mani calibi. İndi ol vaxt haqqı Teala adamın qalbində hem bütün qalibində, yani qalib که امروزه در فارسی به کار برده میشه از همین qalmaq saxta şude. Qalmaq. Qalibində, yəni qaldığında, o vəziyyətdə, qalibində kendisini gizletti. Allah در درون این qalib Adəm خودش رو پنهان کرد. Mələikələr kendiyə səcdə etdilər. Pəs iblis aleyhüllənə ol vaxt təkəbbürlük edib səcdə etmədi. Məlun və mətrud oldu. Bu mənadan kim iblis qeyri haqq sandı? Bu mənadan kim iblis qeyri haqq sandı və Həzrət Haqqı Adəmin məzhərində görmədi və inanmadı. Əba və istekbərə və kânə minəl kafirin oldu. Durumumuz bi sam və bi bəsər, bi yed və bi yemşi və bi bətşi İblis aleyhüllâne keşf oldu. یعنی بدون اینکه گوش بکنیم، ببینیم، بدون دست و پا و بدون حالا این بطش نمیدونم چیه، ابلیس علیه اللعنه کشف oldu و bilmedi kim haqqdan bilmedi kim haqqdan qeyrinə səcdə qılmaq küfrüdür. اینجا مثل ت نوشته شده ولی غیرینه هستش.
Bilmədi kim haqdan qeyrinə səcdə qılmaq küfrüdür. Mən səcədəli qeyrillah fəqət kəfərə. Əgər adam qeyri haqq olaydı, ona səcdə eyləyən kafir mütləq olaydı. Pəs məlum oldu ki, səcdə haqqədir. Haqdan qeyrə səcdə qılmaq caiz deyildir. Əgər haqq üçün edərməzsə, o kişi kafir mütləq olur. Bu mənayı yaxşı fəhm eylə. Əqlində sikələ gör kim sikələ silkələmək. الان silkələmək میگیم یعنی تکون دادن. عقلinde سکله gör ta kim la tefekkehulardan olmayasan. La tefekkehulardan yani از اونها که لا تفکهو کردن تا لا تفکهوlardan olmayasan. Ulaike kel en'am bel hum azall ulaike humul gafilun. Onların şaninde gelmiştir. این آیه که میگه اونها کل انعام مثل حیوان هستند، بل هم ازل بلکه پایین تر از حیوان هم هستند و هم غافلون. اینو به ما میگه ها، ما غافلیم. ما که 250 سال ترکیت خودمون رو، تاریخ خودمون رو، مدنیت خودمون رو، فکر ملی خودمون رو، دولت ملی خودمون رو فراموش کردیم، نه تنها حیوانیم بلکه پستر از حیوانیم. Onların şanında gelmiştir ki hakkı batilden fark eylemezler ve Adem'e secde eylemezler. Salat ve zekat ehlinden değildirler. Cenab-ı Hakk'ın esrarın, nigah کنید حالا رفت روی اسرار. Cenab-ı Hakk'ın esrarın nakl تعویل eylemezler. Heyvan kimi şarab şehvetten özce bilmezler. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون. Pes təriq əhli olan qardaşlara vacibdir ki, hər gün sabah olduqda yerindən durub pak təharət eyləyə, abidəst alıb 12 imami və 14 məsum pakları zikr edib al, oğladı, şəfi götürüb şah kərəmə gəlincəyə qədər Kereme gelince kadar cemi meşayihleri yad edip ruh münevverlerinden istianet talep edip yardım dileye, yardım nigah کنید nemiye kömek, yardım, kömek hem Türkiye هست ama yardım talep eyleye ve ehl-i beyt Resul'ün düşmanlarına teberri edip Muhammed Ali dostlarına tevella eyleye, 12 imama iqrar edib mürşidə iradət gətirə ta kim imanı dürüst ola. Bir talib 5 vaxt bu şərt ilə namaz qılmaz isə layiq şah və məqbul dərgah olmaz və mərdud əzəlidir. O kimsənədən əraz etmək gərək. Nəuzu billah minəşşərr zalik. Şeyh Safi Hazretleri buyurmuştur ki talip olan kimse gerektir kim ustad nefsi ile yormaya. Ustadı nefsi ile yormaya ya nefesi ile nefesi ile yormaya. Bebakşid اشتباه خوندم. Şeyh Safi Hazretleri buyurmuştur ki talip olan kimse gerektir kim ustad nefesi ile yürüye. Ustad nefesiyle yürüye, yol yeriye, yerimek, yürüme, yürüye. Yerimek hem az این ساخته شده. Yürüye, emrlerine qail ola, muti ola, اولiyaya. Hatan her zaman. Haçan kim bir talip اولیا nefesine iman getirmese باقی اعتقاد inanmasa gönlüne şüphe bürünmek, piçiden
bürünsə 70 اولیا قتل etməkcə günah حاصل eder. مثل اینکه 70 اولیا رو کشته. Ve dahi Şeyh Safi Hazretleri buyurmuştur. Yol talibi olan kişi daim mücahide kıla. Mücahide گفتیم چی؟ جهاد و مجاهده جهد تلاش. Mücahide oldur kim? Hala mücahide çi hست? Mücahide oldur kim? Qadir olduğu qədər talib bir-birinə çox varmaq gərək. Gönlü xəstə olur. Pəs indi mücahidə eylə, gönül aynəsi silinir. Pak mücəlla olur. Ol talib hər nəyə kim baxarsa mürəbbisin görür. Gönül gözü açılır. Dahi buyurmuşdur, talib 3 gündə bir dəfə mürəbbisinə vara, didarın görə və söhbətə dairə, olya kəlamın dinləyə, mənasından anlaya, dürlü mərifət hasil eyləyə və neçə müşküllər həll eyləyə. Əgər 3 gün gecə varmasa, 5 gün gecə varmasa, 7 gün və ya 10 gün və vəlhasıl 40 gün varmasa, vədəsi erişib bu 40 gün içində ölürsə, ol talib olyadan cüda düşmüş olur. Olya qulu onun üzərinə Olya qovlu onun üzərinədir. Biləsiz, gafil olmayasız. Şeyh Safi Hazretleri buyurur ki, Olyanın 12 qovlu vardır. 6'sı talibindir. Pəs hər hangi talib bu 6 qovlu bilib Olyanın nəfəsini yerinə gətirməsə, ya nəfsini yerinə gətirməyə qıldığı dava batildir. Qıldığı انجام دادن، qıldığı dava batildir. اول bir davaya dava اینجا دعوت کردن، از دعوت کردن نه به معنی جنگیدن. دعوا اینجا به معنی دعوت هستش. ولی دوا هم هست. دوا یعنی اون چیزی که بر سر اون مبارزه میکنه. qıldığı dava batildir və əgər o 6 qovlu yerinə gətirsə, olya dostu olur. Olyanın 6 qovlu ona çi hستند? Şeyh Sadreddin Hazretleri sual etdi. Ya şeyh, olyanın 6 qovlunu nədir? Buyurunuz, onu dahi biləlim, qadir olduğumuzca mucibincə əməl edəlim. Şeyh Safi Hazretleri buyurdular ki, 6 qovlun birincisi namaz niyazıdır. İkincisi budur ki mücahidədir. Talib bir-birinə çox varmaq gərək. Üçüncüsü talib olan kişi əvam nasidən münqəti olub kim kəsilməkdir və əvam lüqməsin yeməməkdir və kəndi dahi əvamə lüqməsin yedirməməkdir. عوام گفتیم که معنیش چیه؟ یعنی آدمی که در زندان جهل زندگی میکنه، مثل مولانا چی بود اسمش؟ مولانا گفتم ببخشید، طباطبایی، Seyyid Cevad Tabatabai. Dördüncüsü talip olan kişinin takvası temiz olmak gerek. Beşinci daimen pak təharətli olmaq gərək. Hər hal üzərinə qarşı düşmək caiz deyildir. Dinlə nəfsin canlıdır. Dinlə nəfsin canlıdır. Tutmayanlar qanlıdır. Xətai həzər eylə. Bu yol nədir? Yanlıdır. Şeir budur اینجا. Dahi olyanın 6. qovlu oldur ki daimən zikri ilahi dilində və vird eyliyə. این به فارسی، لهجه فارسی میگه vird eyliyə. Ol zikrin nuri qəlbinə düşə.
لیلا و نهارا سرا و جهرا. لیل روز، نهار ببخشید لیل شب تاریکی، یعنی نهار روز روشنایی، سر جهر علنی آشکار. توحید eyleye gece ve gündüz bebexşid. Gece ve gündüz gizli ve aşikara tevhid kelimesini söyleye ve hem nefs emmarenin kökünü gaza ve kendisini kökünü gaza ve kendisini takvaya ir göre. İrişmek, ir göre. Ol kimsənə rah-ı təqvaya gönül bağlayıb cəla verə. Haçan bir talib bu 6 qovlu yerinə gətirsə, ovliya ilə 12 qovlu yerinə gətirmiş gibi olur. Amma ol 12 qovlun 6'sı kim ovliyanındır, bəyana gəlməz. Dil ilə şərh olmaz. Ol məqam halidir. قال دگیلdir. اینجا بین زیستن و گفتن فرق قائل میشه. اینجا رو یه بار دیگه میخونم. Amma ol 12 qovlun 6'sı kim ovliyanındır, bəyana gəlməz. Dil ilə şərh olmaz. Ol məqam halıdır. Qal değildir, degildir. Və dahi talip oldur kim gündüz və kesrette olursa, gündüzü kesrette olursa, gecesi vahdette ola. Zira kim gece evliya bazarı, gündüz halk bazarıdır. Haçan bir talip her gün halk üzüne bakıp halk ile ihtilat eyleye, ol talip min derece qət'i mənazil etmekten geri kalır. Pəs indi talib olan kişi gərəkdir, gündüz xalq ilə müamilə edərsə, gecə haqq ilə müamilə eyləyə. Şeyx Səfiyyəddin Həzrətləri buyurur, sufi gərəkdir bir gecəni 5 qism üzərinə təqsim eləyə. Əvvəl qism taat və ibadət ilə məşğul ola. İkinci qism قال و قیلdən fərağət eyləyə, rahat etməyə məşğul ola. Üçüncü qism səhhət etməyə məşğul ola. Dördüncü qism vəhdət etməyə məşğul ola. Beşinci qism xəlvət etməyə məşğul ola. Şeyx Həzrətləri bu minval üzərinə daimən ibadət etmiş idi. Zira kim nəfsi mücahidə buddan nəcat verir. Zira kim nefsi mücahide but Farsi lehçe Farsi buttan necat verir. Onun için kim bir gecenin 12 saatini 5 kısım edip ve her kısmı bir türlü hal üzerine getirsin ve her hal sır üzerine ol talip olan kişi kendi şöyle taksim eyleye. Demiştir. Amma tarik düşmanı vardır. Onlardan həzər ediniz və qorxunuz. من فکر میکنم که دیگه کافی باشه برای اینکه راستش بخواید دلم میخواست این کتاب رو تا آخر بخونم، ولی کاش اولش این توضیحات رو نمیدادم، این کتاب رو میخوندم تموم میکردم در 2 ساعت، چون که این حداکثر 20 صفحه 25 صفحه هست، میتونستم به راحتی در 1 ساعت 1 ساعت و نیم این رو بخونم. ولی خب حالا دیگه شد آنچه شد و خواندیم آنچه خواندیم و بیش از 2 ساعت و 9 دقیقه است که با این کتاب مشغول هستیم. شاید اگه 1 ساعت وقت میذاشتم تموم میکردم، ولی بذاریم بمونه برای دوستان که برن این کتاب رو بخونن. خیلی کتاب عمیق و جالبی هست برای حرکت ملی، باید این رو بخونه، باید این رو بفهمه، برای اینکه کسانی که منظور از تاریخ اینه، منظور از تمدن مکتوب، تمدن فکری یه چنین چیزایی است. این کتاب ها هستند که متاسفانه ما باهاشون قطع رابطه کردیم. این استراتژی هست. من شخصا استراتژی چینی رو، اون سانچی بود، سان توتسو، اینو خوندم
تو جوناس تیوی هم براش تفسیر گذاشتم، تو گوگل هم کتاب رو کاملا از اول تا آخر خوندم و کتابی که در شرح اون به زبان ترکی نوشته بود اون رو هم خوندم، تشریح کردم، اما این رو نخوندم. بدبختی اینه. روز و شب بخیر و امیدوارم که با خواندن هر کتاب ترکی بیشتر در دل دریای نورانی، اقیانوس نورانی ترکیت، تمدن ترکی، تمدن فکری، تمدن مکتوب، تمدن عاطفی، تمدن ملی، تمدن دولت سازی ترک ها غوطه‌ور بشیم و باهاش عجین بشیم و به حق ملحق بشیم. اون حقه ما بهش مثل قطره جدا بشیم، از کیستی شخصی خودمون در بیایم، تبدیل بشیم به اقیانوس ترک، اقیانوس ادب ترک، اقیانوس معرفت ترک، اقیانوس مکتوب ترک، اقیانوس فکر ترک، اقیانوس سیاست ترک، اقیانوس دولت ترک. تبدیل میشیم به حق ترک، خودمون تبدیل میشیم به ترک. روز و شب